سفارت روسیه در تاجیکستان روز 14 ایول سال 2023 اظهار داشت که مسکو در پی بررسی نامزدهای دیگر به مقام پرزیدنت تاجیکستان نیست. سفارت از یگان نشریه مشخص نام نبرد، ولی گفت اخیراً در یک پایگاه اینترنتی جمهوری خبر نشر شد که در مسکو گویا در پی بررسی نامزدها به جای امامعلی رحمون شدند. روسیه همیشه برای اتحاد و مشارکت استراتژیکی با جمهوری تاجیکستان، همچنین به اصل حقوق بین المللی در مورد دخالت نکردن به امور داخلی کشورهای خارجی پایبند و صادق است. گفته می شود در اظهارات سفارت روسیه این در حالی است که جنگ روسیه به ضد اوکراین پایبندی مسکو به اصل دخالت نکردن در امور کشورهای دیگر را جداً زیر سوال قرار داده است. در اظهارات سفارت روسیه تاکید شده است که موج مطلب‌های فیکی به ضد روسیه که هدفشان بی‌آبرو کردن روابط سازنده کشور ما با اتفاقچیان و همفکرانش است تا به آسیای مرکزی هم رسیده است. در سفارت روسیه چنین می‌شمارند که چنین مطلب را برخی رسانه‌های علیحده بی وجدان که اکثراً از واشنگتن و دیگر کشورهای نودوست غرب معاش می‌گیرند با خوشی روی دست گرفته پهن می‌کنند. سفارت باز هم از یگان رسانه مشخص نام نبرده تنها اظهار امید کرده است که چنین مطلب‌ها را در تاجیکستان تنها با یک لبخند تمسخرآمیز قبول می‌کنند. سفارت روسیه تفصیلات دیگر نداده است و سبب نشر یک اظهارات ویژه در چنین موضوعی برای دایره‌های حاکم تاجیکستان روشن نیست، هرچند اگر این موضوع در دوشنبه تنها با یک لبخند تمسخرآمیز قبول میشد، گمان بود که سفارت روسیه پیرامون اون اظهارات علیحده نشر نمی‌کرد. پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمون که ماه اکتبر سال جاری به سن 71 میرسد، از سال 1992 اینک بیش از 30 سال باز بر این جمهوری سابق شوروی آسیای مرکزی رهبری میکند. بار آخر او سال 2020 انتخابات پرزیدنتی دایر کرده زمان ریاست خود را تا سال 2027 که الکی به سن 75 خواهد رسید تمدید کرد.